عجیب و غریب ترین سوالاتی که ذهن همه رو درگیر خودش کرده. سلام، اگه 1 سال حموم نریم یا حرف نزنیم چه اتفاقی میفته؟ اگه زمین یک بار از گردش به دور خودش بایسته چطور؟ در این ویدیو میخوام به تعدادی از همین سوالای عجیب و غریب پاسخ بدم که فکرمون رو درگیر خودش کرده. من فاطمه‌ام و با ترین ها همراه باشید. اگه 1 سال حرف نزنیم چه اتفاقی میفته؟ داشتن ارتباط چیزیه که همه آدم‌ها به اون نیازمندن. به همین دلیله که 1 سال سکوت برای یک فرد طبیعی واقعا دشوار خواهد بود. اما اگه کسی تصمیم بگیره برای چنین مدت طولانی از صحبت خودداری کنه، این کار چندان ضرری براش نخواهد داشت. خیر، این شخص توانایی صحبت را از دست نمیده و ماهیچه‌های صورتش هم تجزیه نمیشن، چون کماکان هنگام خوردن غذا، مسواک زدن و ابراز احساسات حرکت دارن. به گفته کارشناسان این کار ممکنه مشکلاتی جزئی برای صدای فرد ایجاد کنه، اما ظرف مدت کوتاهی همه چیز به حالت عادی باز خواهد گشت. اگه 1 سال حمام نکنیم چه اتفاقی میفته؟ 1 سال حمام نکردن شما رو نخواهد کشت، اما هیچ کس از اطرافیانتون نتیجهش رو دوست نخواهند داشت، چون مقدار زیادی باکتری و پوست مرده به وجود میاد که بوی وحشتناکی خواهد داشت. به اینها باید مقدار زیادی جوش، ضایعات پوستی، قارچ و شوره سر هم اضافه کنید. ریسک ابتلا به عفونت هم به میزان چشمگیری بالا میره، حتی اگه دچار یک بریدگی مختصر بشید. حتی اگه بعد این همه وقت بالاخره به حموم برید، چند هفته‌ای طول میکشه تا پوستتون به حالت عادی خود برگرده. اگه زمین از گردش بایسته چه اتفاقی میفته؟ زمین با سرعت 1600 کیلومتر در ساعت به دور خودش میچرخه، اما ما هرگز حتی متوجهش هم نمیشیم. به این فکر نمی کنیم که اگه زمین واقعا از گردش بایسته چه میشه. گرچه این اتفاق تقریبا به طور کامل غیر ممکنه، اما در صورت وقوع به فاجعه‌ای عظیم منجر خواهد شد. ساختمان‌ها، درخت‌ها، خودروها و هر چه روی کره زمینه به سمت شرق به پرواز در میان و بادهای وحشتناک شروع به وزیدن میکنن. به دلیل فوران آتشفشانها در خشکی و آب، سونامی هایی به وجود میان که ارتفاع اونها از کوه ها هم بلندتره. هرچه سر راهشون باشه نابود میکنن. این پایان بشریت خواهد بود. نیمکره های شرقی و غربی زمین هر کدوم به مدت 6 ماه در تاریکی مطلق فرو میرن. بعید کسی جان سالم به در ببره، اما اگر ببره تنها راه برای زندگی اینه که هر 6 ماه یک بار از نیمکره‌ای به نیمکره دیگه بره. اگه گوگل 30 دقیقه از کار بیفته چه اتفاقی رخ میده؟ در اوت سال 2013 گوگل و تمام سرویس هاش نزدیک به 5 دقیقه از کار افتادن و ترافیک اینترنت 40% کاهش یافت. بنابراین راحت میشه تصور کرد یک توقف 30 دقیقه‌ای مشکلات زیادی به بار میاره. گوگل خود پول زیادی رو از دست میده و همینطور همه شرکتایی که از سرویس‌های اون استفاده میکنن. به احتمال فراوان میزان پیام‌های متنی و تماس‌های تلفنی افزایش پیدا میکنه. برای موتورهای جستجوی رقیب گوگل هم اتفاق خوبی خواهد بود. اگه همه 100 سال عمر کنن چه اتفاقی میفته؟ اگه همه چند دهه بیشتر عمر کنن، جمعیت سالمندان بیشتر میشه، امری که تغییرات زیادی در جامعه ایجاد میکنه. مثلا در دانشگاه‌ها حضور 80 ساله ها به اندازه 18 ساله ها عادی میشه. افراد بیشتری هم در خارج شهر زندگی میکنن. تبلیغات بیشتری برای سالمندان ساخته میشه و میزان مصرف به سرعت بالا میره. 85 ساله ها به اندازه جوان ها به چیزای جدید علاقه ندارن. میزان جرایم کاهش پیدا میکنه چون سالمندان جرم‌های کمتری مرتکب میشن. دیگر بزرگ کردن فرزند بیشتر عمر افراد رو نمیگیره و نقش دوستی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. اگه به جای آب نوشابه بخوریم چه اتفاقی میفته؟
اول اون که اسید نوشابه مینای دندانهاتون رو به تدریج از بین میبره و باکتری‌های مضر درون پلاک‌های دندانی از قند نوشابه تغذیه میکنن و همین امر باعث پوسیدگی دندانها میشه. هر قوطی نوشابه 45 گرم قند داره و مغزتون به اون اعتیاد پیدا میکنه. در این صورت هر روز 5432 کالری بیشتر دریافت میکنید که معادل خوردن روزانه 2 عدد پیتزای بزرگه. این امر به احتمال زیاد باعث بالا رفتن وزنتون میشه. به علاوه نوشابه حاوی سیروپ ذرت و مقدار زیادی فروکتوزه که بدن توانایی هضم اون رو نداره. همین موضوع منجر به بروز بیماری کبد چرب و مشکلات قلبی و عروقی میشه. اگه در مریخ زندگی کنیم چه اتفاقی برای بدنمون میفته؟ زندگی در مریخ به طور قطعی برای بدنتون مفید نیست. به دلیل کمتر بودن جاذبه تعداد گلبولهای قرمز درون بدنتون کاهش پیدا میکنه و این امر دستگاه ایمنی بدنتون رو ضعیف میکنه. تشعشعات کیهانی ریسک ابتلاتون به سرطان رو 10% بیشتر میکنه. مواد شیمیایی درون خاک مریخ باعث کاهش فعالیت غده تیروئید و افزایش فشار خون میشه. بالا بودن دوز این مواد شیمیایی به ریه ها هم صدمه میزنه. رفقا، اگه به دانستنی‌های علمی، فناوری و تکنولوژی علاقه دارید، لایک و سابسکرایب و زنگوله رو یادتون نره. اگه خودمون رو شبیه سازی کنیم چه اتفاقی میفته؟ دانشمندان تاکنون حیواناتی رو شبیه سازی کردن، اما اگر کسی خودش رو شبیه سازی کنه چی میشه؟ برخلاف اونچه در فیلم‌های ترسناک علمی تخیلی به تصویر کشیده میشه، انسان شبیه سازی شده عیناً مانند خودتون از آب در نمیاد. گرچه ظاهر اون به ژن‌ها بستگی داره، اما این موضوع تحت تاثیر محیط درون رحم هم هست. به علاوه انسان شبیه سازی شده ممکنه شخصیتی کاملا متفاوت از شما داشته باشه، چون تجربیات متفاوتی در زندگی خواهد داشت، اما متاسفانه از سلامت خوبی برخوردار نخواهد بود. حیوانات شبیه سازی شده دارای نقص‌های مغزی و مشکلات قلبی و کبدی هستند و دستگاه ایمنی ضعیفی دارند. بچه‌ها کامنت انگلیسی یادتون نره تا سابسکرایبتون نپره. اگه بتونیم با سرعت نور حرکت کنیم چه اتفاقی میفته؟ بیاین تصور کنیم یک نفر میتونه با سرعت نور حرکت کنه. برای چنین شخصی زمان کندتر میگذره. مثلا زمان برای کسی که در حال دویدنه تنها 10 دقیقه میگذره، اما برای کسی که ایستاده 20 دقیقه. به علاوه اون دنیا رو به شکل دیگه ای میبینه. در پیش چشمان او دنیا در انتهای یک تونل بلند و تاریک ظاهر میشه. ستاره های روبرو آبی به نظر میرسند و ستاره هایی که در پشت قرار دارن قرمز، و در صورت خاصی چیزی جز تاریکی نمیبینه، چون طول موج نور از محدوده دید اون خارجه. اگه دایناسورها منقرض نمی شدن چه اتفاقی می افتاد؟ بیاین تصور کنیم 65 میلیون سال قبل یک شهاب سنگ زمین رو رد کرده و هیچ دایناسوری رو از میان نبرده بود. در این صورت دایناسورها به زندگی طبیعیشون ادامه میدادند و پستاندارها نمیتونستن در تکامل از جوندگان پیشی بگیرن. وقتی دایناسورها منقرض شدن، بسیاری از پستانداران تکامل یافتن و صاحب ویژگی‌هایی شدن که حالا از اونا برخوردارن. بعدها نخستین انسانان تکامل پیدا کردند و میلیون‌ها سال بعد انسان‌ها ظهور یافتند. اما اگه شهاب سنگی به زمین نخورده بود و دایناسورها هنوز زنده بودن، پستانداران توان رقابت با این خزندگان عظیم و جثه رو نداشتن. بنابراین شما هم حالا مشغول دیدن این ویدیو نبودید. اهرام مصر چگونه ساخته شدند؟ هرم بزرگ جیزه قدیمی ترین و عظیم ترین هرم در مصر باستانه که تنها بازمانده از عجایب 7گانه جهان به شمار میاد. بزرگترین هرم مصر از 2.3 میلیون بلوک سنگی ساخته شده که وزن هر کدام بین 2.5 تا 16 تنه. پژوهشگران تاریخ ساخت این هرم بزرگ رو به بیش از 12,000 سال پیش نسبت میدن. حال سوال اصلی در مورد این هرم بزرگ و سایر اهرام باستانی مصر اینه که مصریان چگونه چنین اهرام عظیمی رو بدون استفاده از ماشین‌ها و تجهیزات پیشرفته می‌ساختند. از اونجایی که تا 1500 سال پیش از میلاد مسیح گاری و عرابه برای جابجایی وجود نداشته، این موضوع واقعاً چالش برانگیزه که مصریان چگونه بلوک‌ها و سایر وسایل مورد نیاز برای ساخت اهرام رو جابجا می‌کردند. به باور برخی محققان
ایران، مصریان باستان با احداث کانال‌هایی در آب رود نیل قطعات عظیم سنگ رو به نزدیکی محل احداث اهرام منتقل می‌کردند.